با این مناسبت قید کردند استقلال و آزادی برای مردم تاجیکستان گرانترین نعمت و پرقیمتترین ثروت زندگی می باشد، زیرا این پدیده نادر تاریخی به ما برای بنیاد دولت مستقل، جامعه آزاد و متمدن و پیشرفته، احیای واقعی زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر سنت و ارزش‌های چندین هزار ساله ملی امکانیت فراهم آورد. محض به شرافت استقلال و در زیر پرچم استقلال مردم شرفمند تاجیک 34 سال اینجانب با زحمت صادقانه و صافدلانه دولت ملی خود را بنیاد و وطن محبوب خویش را آباد کرده ایستادند. تاجیکستان صاحب استقلال ما امروز زیر راهنمایی و سیاست سازنده و خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامالی رحمان همقدم دیگر کشورهای مترقی عالم به سوی آینده درخشان و آباد خویش با قدم‌های استوار پیش می‌رود. ارج گذاشتن، افتخار کردن و چون گوهرک چشم حفظ کردن استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند با آبرو و ناموس تاجیک می باشد. کشور ما با زحمت و تلاش وطن دوستانه مردمانمون و از یک جشن استقلال تا به جشن دیگر آباد و زیباتر و دستاوردهای آن در همه سمت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال به سال بیشتر می‌گردند. از جمله به خاطر فراهم آوردن شرایط بهترین برای تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز وطن، شماره مؤسسه‌های تعلیمی تمام زینه‌های تحصیلات به مراتب افزوده، تعداد دانشجویان در خارجه تحصیل داشته افزایش می‌یابد. طی 34 سال گذشته در سمت سیاست خارجی و تحکیم رابطه‌های بین‌المللی ده‌ها رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که باعث بالارسی نفوذ و آبروی کشور ما در عرصه عالم گردید. حالا تاجیکستان عزیز ما را در تمام دنیا میشناسند، اعتراف و احترام میکنند. تشبس‌های آن را دایر به حل مشکلات جهانی دستگیری و امنی می‌سازند. در رابطه با مناسبت‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره همه را گفتنیم که آن روز به روز، سال به سال پیش می‌رود، رشد می‌یابد، توسعه می‌یابد. همه شما البته باید آگاه باشید که چند پیش صحبت تلفنی پرزیدنت محترم کشور پیشوای ملت امامالی رحمان با پرزیدنت جمهوری کره جناب لی جمیون برگزار گردید که در آن جانب‌ها و تحکیم بیشتری همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند. دستاوردهای طی 34 سال نائل شده کشورمان ما را به آینده آباد و آسوده وطن محبوبمان دلپور می‌سازند و در عین زمان به ذمه هر یکی ما مسئولیت بزرگ می‌گذارند که برای حفظ استقلال و آزادی کشورمان و حمایت منفعت‌های ملی و دولتی‌مان همیشه آماده باشیم. برای اجرای این مسئولیت هر یکی ما باید با وطن، ملت، دولت صادق باشیم، سرزمین اجدادی خود را دوست داریم و برای پیشرفت و آبادی آن باز هم بیشتر کار کنیم و زحمت کشیم. در شرایط بحرانی و بسیار حساس جهان معاصر ما باید بیش از پیش متحد و سرجم باشیم و فراموش نکنیم که قدرت پایداری ملت در اتحاد و وحدت است. در فرجام به خاندان هر یک شما صلح و آرامی، سعادت روزگار و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. جشن استقلال دولتی مبارک باشد هموطنان عزیز. از توجهتان سپاسگزارم.